اولین بار در قلمرو جمهوری تاجیکستان از جانب شرکت وطنی تاج معمار لایحه نادر به مثل و جدید ساختمانی عملی می‌گردد. صفت عالی، نقشه معماری عالی، نمود ظاهری عالی، صنعت معماری عالی، خلاصه در شهرک عالی مقام همه چی عالی. شهرک عالی مقام واقع است در بوریش کوچه های زکریای رازی، لف تالستوی، گلدست و حمزه حکیم زاده ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه، یعنی در مرکز شهر. تاج معمار، آفرنده زیبایی در زمینه صفت. سلام عرض می‌دارم به تک تک شماها تماشاگران عزیز و گرامی قدر. سعادتمندم که این لحظه باز با شمایم در برنامه نگفته ها. برنامه را از تالار مبل الفما شروع میکنیم. تالار واقع در شهر دوشنبه، کوچه بخارا 34. تلفن ها را نوشته میکنیم، مرحمت بیایید. همه شما میدونید که گوگوش این اسطوره برجسته فرهنگ فارس زبانان در سرتاسر دنیا است. گوگوش به همتاست، گوگوش به نظیر است و گوگوش را در کل دنیا میشناسند و ما خیلی خوشبختیم که گوگوش با زبان فارسی ترانه میسراید و سایر ترانه های گوگوش فارسی اند. این افتخار ما است. شما میدونید که در یکی از کنسرت های گوگوش، نه اشتباه کردم، در یک کنسرت نه، در چند کنسرت گوگوش یک بچه تاجیک، یک جوانمرد تاجیک، یک نوازنده به حیث گیتار نواز برآمد کرد، در این کنسرت ها شرکت کرد و این هنرمند را بعد سفرهای طولانی با گوگوش ما به برنامه نگفته ها دعوت کردیم. شاه کریم مقصودوف امروز مهمانی برنامه ما است. شاه کریم جان، درود بر شما. سلام علیکم. تشکر زیاد برای دعوت کردن تو برنامه آرزو جان. همه ما میدونیم که برای تاجیکستانیان گوگوش این یک آرزوی دستنارس است، ولی امید می‌بندیم که این آرزو در آینده دسترس می‌شود و تاجیکستان قدمجوی گوگوش خواهد بود در آینده. امید می‌بندیم که گوگوش رو ببینیم در تاجیکستان. ولی من می‌خواهم این زمان از کریم بپرسم که چگونه کریم به تیم نوازنده‌های گوگوش شامل شد؟ چگونه راه یافتید شما؟ واقعا جالب است برای من. اولا که کریم زبان انگلیسی را می‌داند. این مهمترین چیزی که Do you speak English? Yes, I'm speaking English, yes. So, من طول 9 سال، شاید 9-10 سال در یک کلاب کار میکردم در امارات، در شهر دوبی. هایدم آنجا می آمد زیاد؟ هایدرم من خودم ندیدم راستیگه، ولی با خواهرش بچه های ما نواختن، با محستی نواختن. من متاسفانه بچه های ما میگوید کی؟ یعنی بچه های تاجیکستانی؟ آفرین، شاید 5-6 نفر که فعالیت کردن در این ساحه و گفتی رفیقام پرچم تاجیکستان رو برداشتن بالا. چند کس بیاید اسمشون رو به زبان میارین؟ آقای کریم همنام من هست. میدونم کریم میدونین؟ بله، دوستی من از کریم جان درود. من کریم رو میشناسم. با شما نیز یک روز صحبت خواهیم کرد، این زمان با این کریم، در برنامه من بعد با اون کریم. آفرین ما همنام هستیم و هر وقتی که با هم کار میکردیم، بعد اون وسط که خواننده وای میستاد، مثلا ما بهش گوشدار میداریم، بعد ما میگفتیم که احتیاط شو، اون بر کریمه و این بر هم کریم داری. یعنی کریم قدرتی که تو الان باید نشون بدی دیگه فوق‌العاده باید بهتر کنی. در بین اون خواننده هایی که دعوت میشدن، خواننده هایی از تو آمریکا و مثلا اروپا و سوئد و اون برا، آقای شمایزاده، البته خانم گوگوش خیلی آهنگسازهای مختلف دیگر هم دارد و بله، ولی اون چیزایی که در گوش ما رسیده است در بچگی همون که مادرامون گوش میکردن، کاری حسن شمایزاده، اکثریتش کارهای آقای حسن شمایزاده. های من های تو یو. خب حسن آمد به دبی، حسن شمایلزاده اون یک سال مثلا 2 بار می آمد، 2 ماهی قرارداد می بستن با همون صاحبی کلاب و 2 ماه ما براش می زدیم موسیقی، ترانه می خوندند. آفرین، هم ترانه می خوند هم ساکسافون می زد. آقای حسن شمایزاده موزیسین است و موزیسین فوق العاده
با سواد سال 2 بار می اومدن. ما اون کلاب که فقط لایف میزنن، فقط با سبک زنده میزنن. مردم یعنی فکر کنید 3 قدم از تو پایین. اونجا نمیشه گل بزنی، مثلا فریب کنی، فناگرام همونی یا هر چیز دیگه. مردم باید جلب کنی دقتشون با اون چیزی که میکنی. با هنرت کم هست زدن، باز یک حرکتی هم باید بکنی. مثلا میرفتیم یه ذره جلوتر، بعد یه فرچه موسیقی میزدیم، باز عقب می اومدیم. این یک آرتیست دیگه. خب یه وقتی شد که من برگشتم تاجیکستان. فکر کنم 1.5-2 سال من تاجیکستان بودم. بعد ناگهان زنگ زد یک دوستی ایرانی دارم من، حالا اسم بگم نگم، بگویید. آقای مهدی. آقای حسن شماعی زاده دنبال شمارت میگرده، تو کجایی؟ شمارت چیه؟ واتساپت چیه؟ اسمم الکسه. اونجا الکس، منم مثل الکس میشناسم. باز هم ما 2 کریم که هستیم، آدما اشتباه میکردن. کریم میگفتن تو تفاوت بگذارن میانی شما رو الکس میگفتن. آفرین. من الکس بودم. بعد گفت الکس جون تو فلان مدت تو چی کار میکنی؟ حالا منم سیر بای نمیدم که مثلا من بیکار شدم اینجا. کار زیاده ولی شما خب الان این اسرار رو کشودید، این راز رو در میان گذاشتید. آره. یعنی حالا اگر آقای حسن شماعی زاده میبینن، پس به عرضشان میرسونم که آن زمان کریم شاه احتیاج داشتن. بعد گفت خب چی کاره، چی کار داری، چی برنامه داری یا نداری؟ گفتش که بابک امینی نیستش، فعلا ما یک گیتاریست احتیاج داریم. و باز هم یک چیزی گفت که مثلا شهرهای مختلف. با چی دلیل بابک امینی نبود؟ این سوال ما جواب نمیدم. چرا؟ آره که تو گفتی که تو این برنامه هر سوالی که خواهید مثلا جواب ندید. آره شما حق دارید که جواب ندید. خب حالا هر دلیلی. بعدش که گفت فلان شهرهای مختلف. اونجا اولین کنسرت امستردام بود. بعد از امستردام باید میرفتیم دبی، از دبی میرفتیم تبلیسی، از تبلیسی میرفتیم یریوان، بعد برمیگشتیم تو استانبول. دیگه از استانبول ما باید 5 مملکت باید میرفتیم. خب الکس جون نرخ و نواش الان منیجر بهت زنگ میزنه، خودت دیگه صحبت میکنی هرچی. بعد فکر کنه این حرفی که گفت گوگوش به چی نرخی میگی مثلا. من اصلا نگفتم. درباره نرخ من خجالت کشیدم. من گفتم آیا اگر پولدار میشدم خودم پول میدادم بهش. حق زحمات شما چقدر بود از کنسرت گوگوش؟ زیاد نبود. زیاد یعنی چقدر؟ مثلا برای تاجیکستان شاید هم خوب بود، ولی برای دنیا فکر کنی مثلا مارکتی که الان یعنی دنیا چقدر دقیقاً اگر حرف بزنیم کریم شد؟ خب برای چی تو میپرسی؟ مثلا چرا دست تو جیبم میزنی؟ چون اگر خوب بود من راضی بودم. چون اگر زیاد است من هم تصمیم میگرفتم که گیتار نواز بشم. بالاخره من راجع به نرخ صحبتم نکردم. اونا گفتن که اینقدر پول میشد. من گفتم بابا این باعث افتخار من هست. باز هم فراموش نمیکنم من پسر کدام مملکتم چی جای دنیا و چی جای در اقتصاد دنیا جایگیر هست. من گفتم برای خودم گفتم که بابا من چه بگم نرخ. 3 نفر دیگه اونجا بود، اونا انتخاب میکنن، اونا پروفشنالن. 3 نفر دیگه بود، بعد 1 نفرش تو خودی امستردام پسر ایرانی، نمیدونم نمیشناسم رو شخصا و نمیدونم چه جور میزنه چی استایل میزنه. گیتار هم چند استایل مختلف داره. خب نمیشناختم، ولی تنها اون چیزی که گفتن اون پاسپورتی هلند داره. من دیگه واسه خودم فکر کردم تمام. خب اونا دیگه انتخاب میکنن، هم خرجش کم میشه. از تاجیکستان تا آمستردام رفتن، ویزا رو درست کردن، باز هم هواپیما نیست مستقیم. کی انتخاب میکرد از میانی 3 کاندیدات 1 نفر رو؟ شماعی زاده یا
گوگوش خودش؟ شمایزاده طرف فکر کنم شمایزاده طرف من بود. اولین کنسرت بود، فکر کنم اولین کنسرت. ما ساوند چک رفتیم و من داشتم تنظیم میکردم صدای خودم و ما یه پدال مختلف داریم که صدا عوض میکنه و فلان چیز. من باید 2 ساز میزدم. داشتم صدا ما درست میکردم، بعد دیدم یک از پیش من اومد، مثلا نزدیک شد و اول کفش گوگوش رو دیدید؟ کفش دیدم. بعد کفشی کنسرتی. میدونستید که کفش گوگوش است؟ نه نفهمیدم. قدم میزد شما با آخی کفشش؟ کوچیک بود. من نفهمیدم مثل یک کفشی، مثلا یک کفش کوچک. دختری مثلا 25 27 ساله. مثلا فکر کنم مثل من- کفشای دخترای 25 27 سال. آفرین. بعد منم دیدم کفشو یواش یواش سرم بلند کردم که دیدم که خانم گوگوش وایساده میگه که اینه سلام شما خوبی فلان چیز. منم اولی با دستم دادم و دستم اینجوری ولی نشان ندادم زیاد نشان ندادم. این هیجان در درونی من بود. خودم که مثل سنگ. اون کنسرت رو اگر ببینید شاید تو یوتیوب هست 2018 قیافه‌ام مثل سنگ اونجا. یعنی من عینک گذاشتم، متاسفانه نمیدونم یه وقت من چشم خراب کردم از خوندن کتاب، از تو موبایل و این چیز. در همون دوبای که وقت زیاد بود من دیگر کتاب حرف گرفتم. نزدید با گوگوش؟ بعد یه جای دیگه هم حرف زدم، ولی اون حرف دیگه مثلا یه چیزی مثلا چه حرف بود؟ ماندین. چه حرف بود؟ ما تو راهی تیفلیس یروان ما با ماشین ها رفتیم، نزدیک بود و بعضی بچه های گروه با هواپیما رفتن، ولی ما که دیر میشد برای کنسرت ما آمادگیمون زیادتر از اونا بود. ما گفتیم ما با ماشین بروقتر برسیم به کنسرت. بعد 2 ماشین داشتیم، یک تاش نمیدونم جیپ بود، چیز بود، رنج رابر بود. بچه های ارمنستان اونجا رانندش ارمنی بود و بعد یک آدم نمیدونم حالا اون کی بود، بادیگارد بود کی بود، ارمنی بود. خانم گوگوش نخواست با اون ماشین برد، خواست با موزیسیانو برد. خب وسط جاده بعد از مثلا یک نیم ساعت یک ساعت را در اومدیم سوپرمارکت. اونجا یک صحبت کوچیک من گفتم خانم گوگوش الان که دیگه راه خوبه بفرمایید تو اون ماشین، تو اون رنج راور بود چی بود، اون یعنی صاف نرم و قشنگه. میدونستم که ماشین میکرواتوبوس خوب نبود، میدونستم، دیدم این برام بعدش چک کردم. در سوپرمارکت؟ در سوپرمارکت شب آدم نبود. چی گرفت گوگوش از سوپرمارکت؟ یه جای میوه بود چی بود؟ میوه گرفت گوگوش؟ میوه گرفت. رژیم داشت برای حتما رژیم دارد. پایکارش حتما رژیم دارد. بابا شما یک کنسرت های گوگوش رو ببینید حاضر زمان پایکارش خیلی زیباست. وای خانم گوگوش خودش هم میدوند ارزش خودش. یه حرکت های یه چیزی میگه چرا همتون تو موبایلین اینجا رو ببینین. فوق‌العاده زنی چیزی بگم گرم و چیز هست. ذخیره‌گاه گران انرژی است. آره. بعد یک وقت صداش گرفته بود. بعد هممون دعوت کردن نوازنده ها رو و بعد ساوند منیجر رو گفتن چی کار کنیم، صداش یه ذره گرفته. بعد خانم گوگوش هیچ وقت پلی بک یعنی فونوگرام نمیخواند، تماما نمیخواند. بعد صحبت کردن که چی کار کنیم، روی راه سریع یا پلی بک بگیریم درست کنیم، چی کار کنیم که صداش گرفته. مثلا خانم گوگوش در آمد تو گفت که با هیچ وجه من پلی بک نمیخونم و هر چی هست اینا اومدن دوست داشتن منو بشنون، من میخوام براشون بخونم برای مردم. بعد یه معجزه رخ افتاد. یه معجزه. فکر کن تو صدات گرفته آرزو جان، ناگهان مردم رو میبینی یه انرژی میگیری، یه 2 سخن میگی و آهنگ شروع میشه، صدات برمیگرده. باز شد. گشت طرف ما گفت که
It's a magic شما دیدین؟ It's a magic خودش هم تعجب کرده بود که چجور. بعد اون دخترها رو میبینی موهاشون هم میکنن باشه قطعم گوگوش. بعد مثلا یه میسرش خودش میخونه و یه میسرش مثلا کلی اون تالار میگیرد و یه تجربه فوق‌العاده. و آرزو جان خانم گوگوش آهنگایی که دارد از آکتای پایان شروع میشه میره تو آکتای بالا. فکر میکنم که چگونه اینقدر اعجاز در بطن یک انسان میتواند جای داشته باشد و چون در 5 کنسرت گوگوش شما بودید، حال و هوای گوگوش در کنسرت ها چگونه بود؟ من فکر نمی کنم که در همه کنسرت ها همه چیز اوکی باشد. فکر نمی کنم که در همه کنسرت ها همه شرایط مهیا باشد. هست مسائلی که در این یا آن کنسرت سر میزند، هست کمبودی که پیش می آید. در لابلای این گونه پرابلم، مشکلی ها و کمبودی ها مناسبت گوگوش چگونه بود؟ خانم گوگوش به هر یه حرف مثلا یعنی هر حرف قبول نمیکند. مثلا این داستانی که من گفتم، من پیشنهاد دادم که تو اون ماشین بشینید که اون نرم و قشنگ و راه هم دیگه درست میشه. اینا وقتی من اومدم پیش موزیسیانا گفتن که تو چی گفته بهش که قبول کرد و رفت مثلا تو اون ماشین نشست و فلان کرد. من گفتم نه بابا دیگه حالا زشته بابا، این ماشین ما چجوریه؟ اون ماشین برای خودش دیگه آماده شد. که حیران شدن که چجور توانستی اونو مثلا یعنی گوگوش حرف شما رو قبول کرد. آره این شانسیه شاید یه جوری. این گونه حالتی که گوگوش در غضب باشد، این گونه حالت رو ندیدم. اصلا ندیدم. در پشتی ندیدم. پرده چه ها میگذشت؟ من پشتی پرده من خانم گوگوش ندیدم هیچ وقت. وقتی که ما میایم بالا روی صحنه ما یک موسیقی میزنیم مثلا برای ورودی کنسرت، من مثلا همیشه روی صحنه بودم. یک چیز دیگر، گوگوش پشت صحنه ندیدم. گوگوش اکثر در کنسرت ها، من چون در یوتیوب زیاد تماشا میکنم، کارهای در میارد از خودش که در برنامه نیستن. حرفایی که میزند در رابطه با برخورد برخی از مخلصان، چون برخی از مخلصان با تمام حسشون صدا در میارن گوگوش جان دوستت دارم عاشقتم. اونم جواب میده دیگه. جواب میده عاشقتم دیگه. باشه آقا. یعنی یه خیلی شوخی دائم رابطه دارد با مردم تالار، با مردمی که در تالار نشستن. میگه تا وقتی که من هستم من براتون میخونم. تا وقتی که من هستم در این کنسرت ها یگان حادثه غیر چشم داشته که ما میگویم فورس ماژور نشد؟ شده بود. یک وقت مخلصان گوگوش گفته و موهاشون چیز میکنن و نگفتن نمونم جهت بادیگارد هست. نه یک پسر عرب هم داشتیم دوبه، عکسش دارم. من پیش وای مثلا قدیما نه زیاد کوتاه هست، مثلا 1 متر و 72 قریب 6 سانت. ولی اون یه بادیگارد داشتیم خیلی بزرگ بود و این بادیگاردها دیگه محافظت میکنن از هر. اصلا قد شما چند گفتید؟ 1.76. 1.76. گوگوش چی تقریبا چقدر؟ من فکر میکردم خانم گوگوش کم سے کم یه 2 متر قد داره. ولی در اصل دیدم 1.50 چند است به فکرم. خیلی کوچیکه. اما زیباست. زیبا فوق‌العاده شیرین. مادر مهرنگار رستم، سراینده جوان، میشناسمش. در امریکا بود. گوگوش در یک از شهرهای امریکا کنسرت داد و مادر مهرنگار رستم خانم ادیبه در کنسرت گوگوش شرکت کرد همراه دخترش مهرنگار. و گذشته از این آنها توسط منیجرها امکان یافتند که با پشت صحنه بروند و آن جایی که گوگوش خود را پرداز میکرد و آرایشخانه گوگوش امکان وارد شدن را یافتند. رفتند گوگوش رو دیدند، گوگوش رو لمس کردند، گوگوش رو بویدند. گوگوش رو مطمئنم من عکسشون رو دیدم. با گوگوش عکس گرفتند و این عکس رو من حالا با تماشابینان برنامه نگفته ها نشان میدم. متوجه شوید این
عکس مادر مهرنگاری رستم است، عکس مهرنگاری رستم است، از یک طرف مهرنگاری رستم، از یک طرف مادرش، در بین گوگوش نازنین. فتوشاپ نشده باشه؟ نه فتوشاپ تکنولوژی نیست. پیش رفت. ما باید پس برمیگشتم تاجیکستان. بعدا وقتی فهمیدم که خانم گوگوش کنسرت دارد و قرار دادم که در امریکا یک مدت تا کنسرتی خانم گوگوش بمانم. وقتی که مهرنگار به یک شتات دیگر رفت به لس آنجلس، من موندم. یعنی که بلیط های ما، تیکت هایی که گرفته بودم دوبای تاجیکستان، اونو سوختم. بعد وقتی که مهرنگار به من زنگ زد که مادر جان شما در دوبای هستین، چه خیلی رسیدین؟ من راستی گفتم من در دوبای نیستم، من قرار دادم که در منهتن، یعنی که در همون نیویورک بمونم. بعد روز کنسرت هم اومد، ما رفتیم دستای گلی بسیار هم زیبا گرفتیم، مثل خودش که گوگوش سزاواری گلم هست، از اونم زیاد. چه جان کنسرتی گوگوش میگن اومدی؟ راسته؟ ما آرزو رسیدم. حالا ببینش. شهرام نورزم خنده کرده، پرودوسرش، منیجرش نزد ما اومد، سلام علیک کردیم و دستی ما یک دستبندی برسلت بست و ما همون دستبندا را نشان میدادیم و بعد ما را گذروندن. یک دم مهرنگار رفت، من ماندم، اما پشت به ایستادم. بعد مهرنگار بیا آچه جان بیا. من گوگوش دیدم، یک نگاش کردم و نمیدونم، اما اشک چشمم رفتن گرفت، به اختیار اشکم ریختن گرفت. بعد گفتم که مادری ما خدا رحمتی بسیار گوگوش دوست می داشتن. گفتم مادرم دوستان می داشت، ما خودم در سرودای شما یعنی که بزرگ شدیم، با این بچه ها ما شما را دوست می دارن، مردم تاجیک شما را دوست می داره. گفت که من درباره تاجیکستان زیاد فهمیدم، من هم اگر چندین نرفته باشم زیاد دوست دارم مردم تاجیکا، چون کنسرت های من هستن تاجیکا. بعدا خیلی صحبت کردیم، ویدیو گرفتیم، عکس برداری کردیم و خیر خوش کردیم و با ما یک شام خوب آرزو کردن. رفتیم تالار نشستیم، آرزو جان جایت خالی بود. هر وقتی که من گوگوشم میدیدم فقط یادم خودت می اومدی. ما در همونجا خواننده را، یعنی که آوازخوانی حقیقی را ما در همون روی استیج، روی صحنه دیدم که گوگوش واقعا نامش برای خودش هست، واقعا دوست داشتنی است. یک جهان تاثیرات قطعی من از همون تالار بر اومدم و مهری من، دوست داشتنی من دوچند شد نسبتی هنری زیبای گوگوش. گفتن هم می شود یکی خانم گوگوش یکی ناگفته تماشا میکند برنامه ما را. من میخوام بگم که گوگوش جانی عزیز، 100 سال بیزی، درد سرتا نبینیم، دوستت داریم، سپاس که هستی. ما که دیدیم در صحنه، در میوزیک ویدیوها چگونه لباسهای زیبا به بر میکند، ذوق بلند داره در انتخاب لباس، ولی در پشت صحنه، یعنی در حیات همه روزه مقرری چگونه لباس به بر میکند گوگوش؟ مثلا هنگام عبور کردن راه از این شهر تا اون شهر چگونه لباس ها به بر میکند؟ لباس های ساده، اصلا نمیگی مثلا بهش که این گوگوش هست، مثلا حتما عینک میگذاره که حتمی هست و یه رومال میگذاره که مثلا اون استایلی که داره شاید خراب نشه، شاید شناخته نشه. که ما میدونیم که مخلصان خانم گوگوش در تمام دنیا هست و مخصوص ایرانی ها زیادن در دنیا و در اروپا و چیز. در نوازش های شما هیچ اشتباه سر نزد در 5 کنسرت؟ چرا؟ میزنه دیگه، چه چیزی زنده است دیگه. من که ببخشید ریاکشن گوگوش چگونه بود؟ نه آنچنان که مثلا خیلی زشت بره، من فقط میدونستم که اشتباه کردم و بازم اشتباهی چجوری، مثلا اشتباهی که نه گوش خراش باشد. بود اشتباهی که چیزی گوگوش بود درکش کرد
نه ولی یک آهنگ بود که نزد من آمد در ویدیو هم هست این ویدیویی نمیدونم کسی با چیز که منم نفهمیدم چرا اینجوری شد حواسم با مردم بود و با کار خودم و با اون ناتو و با چیز یهو دیدم خانم گوگوش نزدیک شد و نگاه کرد اشاره کرد پنجه های من دید یعنی هست این پسر داره میزنه همون چیزا که مثلا باید بزنه اون وقت من نمیدونم کنسرت یه حالت گوه کناری نوازنده ها میآید میرقصد خیلی زیاد کناری شما نیز میرقصد عاشق نوازنده هاست اینقدر من گفتم که این راهی مثلا تفلیس و یریوان ارمنستان چرا با نوازنده ها شست نشست من گفتم بهش که این ماشین مثلا نرمتر و قشنگتر و خوب گفت که من خواستم با نوازنده ها بشینم من یادم اومد این حرفی که زدم خواستم با نوازنده ها بشینم کریم شاه کریم شاه خب رفیقای کریم جان فامیلی بگویم هم چی؟ دارم. کریم جان بگویم نمیرنجید نه هر چیزی که گفته من قبول دارم کریم جان راجع به روز و روزگار خودتان حرف بزنید روز روزگاری ما چی؟ یک پسر از شهر دوشنبه از تاجیکستان رفت به کنسرت گوگوش اما این پسر چه پسری است چه پسری خوش‌طلع است چی روز و روزگار داشت از کجا به میدان هنر سر زد و گام نهاد و رشد کرد شما در شهر دوشنبه به دنیا آمدید آره در اینجا بلوغ کردید مکتب رو ختم کردید آره با یگان مکتب موسیقی داخل شدید یا نه نه ما گیتار رو از کجا یاد گرفتید از کوچه ما تا ساعت 11 و 12 مثلا کوچه می نشستیم بعد همسایه‌مون روس بودن و روز دختر بودن و پسرها و مثلا دو گیتار می برآوردیم بیرون با هنرمندان تاجیک همکاری داشتید اون وقت بچه بودم که 15 ساله چی نه بابا الان چی با هنرمندان تاجیک همکاری نه دارم خیلی با کی ها همکاری چی خیلی همکاری یعنی مثلا. در مثلا ترانه‌هایشون دعوت کنن گیتار نواختید آره در ترانه‌های کی خیلی بگم نامشون نگم نمیدونم بگویید مرحمت چرا نمیخواید بگویید نمیخوام به خاطری که ناراحتم ازشون ناراحت به چه خاطر آخرین 3-4-5 ساله که گذشت صنعت تاجیکستان نمیگم در کل ما مثلا فولکلور داریم شما حرف دقیق راجع به سوالی که من پیشنهاد کردم بزنید یعنی من گفتم که چرا ناراحتید شما میروید به دیگر سمت خب نه من میخوام آمادت کنم که نه آماده نکنید من آمادم شما اصل گپ رو بگویید چرا ناراحتید و اون وقتی که فناگرام آمد دیگه ارزش نوازنده در تاجیکستان خیلی کم شد نه که کم اصلا صفر شد نوازنده اصلا میاد میزنه $30-40 $50 کارش میگیرد ولی خواننده طول 1 سال شاید طول 3 سال استفاده میبرد از اون سبکی که کرد شاید هم خیلی معروف بشود و خاطر همون سبک ولی دوست داره تنها برد و با مثلا این فلشکا و مثلا نوازنده ها براشون مهم نیست دیگه فهمیدین؟ و بازم از اونهای ناراحتم که میروند مثلا در مملکت های مثلا بگو ازبکستان و قزاقستان قرقیزستان مثلا از اون استودیو کار میگیرن و مثلا نوازنده های اون برای استفاده میبرن چرا؟ ما اینقدر نوازنده های خوب داریم بگو صداهای چیز فولکلوری تار نواز رباب نواز ما اینقدر نوازنده های فوق‌العاده خوب داریم چرا اونا بیکارن کریم جان شاید زندگی همین خیلی باشد یعنی اقتصاد بله راضیم کریم جان راجع به وضعی خانواده حرف نزدید مجردید نه من مجرد نیستم عاشق خانمم من زن دارم و چند فرزند 3 فرزند دارم و راستی من دیر زن گرفتم و در چند سالگی و خطا هم بسیار کردم مثلا 32 سالم بود که من زن گرفتم من جدا شدم مثلا
چند برزن گرفتید؟ بگم نگم خودم شمروه نکنم. نه بگوید اینجا برنامه نگفته هاست، نگفته ها رو بگوید. خوشبختانه 3 فرزند دارم حالا. یک دخترم چند برزن از گرفتید؟ اولین چند برزن گرفتید؟ از چند برزن گرفتید؟ 3 بار. 3 بار. خب از خانمی اولتون فرزند دارید؟ یک دخترم در آلمان هست حاضر. از خانمی دوم فرزند بچه دار شد. دومش در مسکو هست. دارید فرزند؟ زنی روس داشتم. چند فرزند؟ یلیزاویتا یک دختر دارم. یک دختر. اونم تقریبا 17 سالشه، 16 سالشه. از خانمی سوم 3 فرزند دارم. خوشبختانه زندگی کردیم همینجا. خدا کند که این انتخابی آخری نتام. نه دیگه زور نمیرسه. کریم جان، کریم جان جوانید الان، اما شروع شباب جوانی گاه کارش را میکند. نه من یوگا تمرین کردم. یوگا تمرین میکنید؟ خیلی چیزای تمرین کردم و من کنترلم از دست نمیدم. یوگا مرکب هستن؟ پرو از روی گردن؟ نه فقط این یوگا. و هست یوگا مثلا یک یوگاهای مختلف هست که با فکر و با عقل و با این چیزا باید کار کنی. برای آرامش بخشیدن ذهن، روح، روان، کنترل کردن و فهمیدن و تقسیم کردن حسیات و مثلا این چیزا، بدونی که کدام طبقه مهمتر هست در تو. به هر صورت من فکر میکنم که بهترین نعمتی که شما رو میتواند خوشبخت بسازد این موسیقی است. آره. در 5 کنسرت گوگوش شما با حیث نوازنده ارشد شرکت کردید. چرا ادامه ندادید این قافله رو؟ قافله کنسرت های گوگوش کو نمیدونم تا کیم کجاها میروند. من پیشنهاد بود باید ویزای آمریکا را میگرفتم، ولی اون وقتی که پرسیدم اینجا یک شناس دارم خانم امیده، من باهاش تماس گرفتم و گفتم چند وقت طول میکشه من ویزای آمریکا رو درست کنم؟ گفتن تا 40 روز. اون وقت حالا که فکر نکنم اصلا بشه یک چیز، اون وقت 40 روز بود. بعد به من گفتن که متاسفانه 40 روز خیلی زیاده. یعنی اگر یعنی شما فرصت رو از دست دادید. فرصت از دست دادم. یگون بار شما از گوگوش درخواست نکردید که اسم تاجیکستان رو در کنسرتش بگیرد؟ خودش گرفت که ما یه مهمان داریم از تاجیکستان، طرف ما اشاره کرد. انا آخرین کنسرت راست دیگه با یه مشکلات ما اونجا رفتم. اینو باید بگیم دیگه ارزو جان، وقت داریم که بگیم. مشکل زیاد بود از اینجا رفتن. مثلا حالا درسته که من در ارکستری پرزیدنتی سیمفونی کار میکنم، ما یک مدرکایی داریم، مثلا حالا سوء استفاده نمیبریم از اون مدرکا، ولی جاش میشود که دیگه مثلا دیگه علاجی نیست. خب مجبور شدم گرفتم بلیت هواپیما گرفتم از شهر کلاب. بعد وقتی گفتم که این اسباب هست من باید این سالن هواپیما درارم، این اسباب هست خیلی نازک هست، یعنی اسباب شما نمیتونستید در باغ جای دیگه؟ نه به هیچ وجه نمیتوانستم. بعد گران قیمت هم بود، شکستنش نیز ممکن بود. آره. بعد به من گفتم نه آقا باید فلان 35 یورو باید بدی. من که شوروی هستم یادم هست ما همیشه گیتار و نمیدونم ویولین و این چیزا رو ما تو خود در سالن هواپیما میبودیم. و من راستی تعجب کردم و پولم نداشتم زیاد. آخه آقای آرزو من مثل شما میلیونر نیستم، آخه پول زیادم نداشتم. حالا گفتم من تو مسکو میام، مسکو با برلین میرم، از برلین آمستردام، چی پول باید داشته باشم جیبم؟ بعد این سختیه که رفتم اونجا. خب حالا بالاخره چی شد؟ تقدیر این گیتار چی شد؟ با سالن افتاد یا با من میگم اکا من فلان جا کار میکنم دیگه نشد، این دیگه نگذشت. گفتم اکا من کنسرتی گوگوش میرم، مثلا تنها یک پسر تاجیکه که مثلا شاید تاریخ دیگه یگان تاجیک قبول نکنم اینجا.
گفتم من کنسرت گوگوش دیر کردستم ما باید این اسباب درست اونجا بیارم و نشکند گفت که این البته برای کنسرت گوگوش میری کی میری کاری خودت و همین من در ذهنم داشتم. بعد وقتی آخرین کنسرت هم گذاشت استانبول ما چیز بود صحبت کردم با منیجر آقای شهرام گفتم من یه صحبت میخوام بکنم با خانم گوگوش حالا اگر اجازت بدین یه ویدیو هم میخوام بگیرم یه سلامی مثلا برسونه به نوازنده و هنرمندای تاجیک مثلا بعد همین چیز و همین شهر باستان کلا با همون فرودگاه و بچه های خودمونی گفتی خودمونی یادم رسید من گفتم بابا من چه بگم با خانم گوگوش با ویدیو هم که نمیشه کرد. ببینید این همه ارتفاع این همه بلندی این همه شهامت همش از هنر است فقط از این است فقط از این است. سپاس کریم جان ممنونم. صحبتی با نمک صحبتی زیبا گرم صمیمی پر حرارت و من آرزو میکنم که گوگوش اونقدر زنده بماند که کوچکترین طفل تاجیکستان بلوغ کند به وایه برسد و گوگوش رو بتواند ببیند و در خارج نه در خود تاجیکستان گوگوش رو ببیند. این آرزوی من است این آرزوی ماست این آرزوی علاقمندان هنری گوگوش است که واقعا عاشق گوگوشند. اولین بار در قلمرو جمهوری تاجیکستان از جانب شرکت وطنی تاج معمار لایحه نادر به مثل و جدید ساختمانی عملی می‌گردد. لایحه شهرک عالی مقام نامگذاری شده است. شهرک عالی مقام لایحه پرشکوه ترین است که در اساس معیارهای جهانی عمارت سازی بنیاد می‌گردد و نظیرش تا هنوز در تاجیکستان نیست. شهرک عالی مقام مجموعی 19 بنای خوش ساخت را در یک انسامبل به شما پیشکش میکند. بناهای تاب آور و استوار پای برجا و محتشم نمونه برجسته صفت بلند خواهند بود. باغچه های کودکانه، مرکز سلامتی با تجهیزات معاصر و با صفت، مرکز های سودا و فراغت و تفریح و دیگر نقاط خدماتی در آشیانه های پایان و بالای بنا زندگانی ساکنان شهرک عالی مقام را آسان و گوارا و زیبا می کنند. راهرو و گلگشت های افسانوی، صحبت کرده و نشستگاه، باغچه و گلزارانی بمثل، جاده های پر از نور و آذین شما را به دنیای رنگین افسانه ها میبرند. اما این حقیقت است، حقیقت زیبای زمان صاحب استقلالی تاجیکستان. بناهای استقامتی 6 آشیانه با حجره های فراخ، دالان های عظیم و پنتخاوس های دلفریب شکوه شهرک عالی مقام را افزون می سازند. توقفگاه چند قبطه اتومبیلی برای کل ساکنان و مهمانان شهرک عالی مقام. صفت عالی، نقشه معماری عالی، نمود ظاهری عالی، صنعت معماری عالی، خلاصه در شهرک عالی مقام همه چی عالی. شهرک عالی مقام واقع است در بوریش کوچه های زکریای رازی، لو تولستوی، گلدست و حمزه حکیم زاده ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه، یعنی در مرکز شهر. تاج معمار آفرنده زیبایی در زمینه صفت.